چی ناز میکنی؟ نگاه چجوری؟ اینجوری چیکار کنم الان؟ یه بار جست بگی ببینم. چه جسته خوشگلی میگیری؟ گرفتم. دیگه یه جست دیگه بگیر. گرفت. چجوری دوباره؟ وای 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 خودو. اول بوس بده تا چی؟ اول بوس بده. بوس بدم؟ آره بیا اینم در بیار. بیا حالا بخور. گندو نیستم چون داریم کمک تکونی میکنیم آقا. بهزاد برداشته بچه رو آورده اینجا آرایشگاه پیش من. فقط شما ببینید با لباس خواب، یعنی بعد تاکید کردم من لباس خواب تن بچه نگاری شد اینجوری. خودت بگو مامان چیزی که میخوای خودت بگو. من میخوام پدیکور کنم. باشه عشقم. چه سبکی مد نظرت؟ چه سبکی مامان؟ پدیکور خشک میخوای؟ مامان میخوام مثل اینا نخونم هم ژل کنم پامو هم پدیکور کنم. خب پدیکور خشک میخوای خیس میخوای چی میخوای؟ خیس. اوکیه شهرزاد جون خیس میخوام. چی شده؟ چرا ناراحتی؟ مامان بله نکنم این شکلی بشه همین الان بعد منو ببری آرایشگاه. بری آرایشگاه چیکار؟ ژل دوباره کنم. خب حالا گفتم بعد میفته ژل رو دست بچه ها باید صبر کنی. همین الان چیه؟ چون من درمال ناخونای زشت ندارم. ناخونای تو نمیخوام. بدون لاک خوشگله ماما. نه خیرم. بله. پس برو همین الان پاکش کن. چیو؟ ناخونا ناخونای من پاک بشه تو حالت خوب میشه؟ آرایشگاه پاکش کن. تو گذاشتم مهد برم آرایشگاه ناخونای خودم پاک کنم؟ آره. آها باشه. من ناخونم پاک شه حله؟ باشه. نمیخوام. دیوونه شدی؟ نه نمیدونی من دارم چیکار میکنم؟ میبینی؟ وای خدای شکرت. چی؟ وای خدای شکرت. چطوری ندارم؟ خدای دوست دارم. اینا چیه؟ بازش کن. بازش کن مامان. مامان مردم برات. چی؟ مامان مردم برات. مامان اینو درست میکنی لطفا. گندو ببینم اینا رو کی بهت داده؟ کی بهت داده؟ ایلیا؟ برکلا ایلیا؟